به نام خداوند بخشاینده و بی نهایت با رحم. دوستان گرامی، هر سال که موسم حج می آید، یک عده مردم یا گروه در همین شبکه های مجازی دعوای دلسوزی به فقیران و کمبزاعتان می کنند و شعار می بردارند که ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همین جاست، بیایید بیایید. یعنی اینها خود را وانمود میکنند که دلسوزی کمبزاعتان و دلسوزی ناداران هستند، ولی در اصل اینها نه زکات میدهند، نه صدقه میکنند و نه غمخوار فقیران هستند. تنها اینها نمیخواهند که مردم مسلمان به حج بروند یا اینکه یک میلیون ها مسلمان در یک جا جمع شوند و ادای مناسک حج را بکنند. این را نمیخواهند و همین حاجیان هستند که زکات مال خود را میدهند، همین حاجیان هستند که صدقه فطر میدهند، همین حاجیان هستند که به بینوایان و فقیران دست کمک دراز میکنند، چون که اینها ایمان دارند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که الصدقه برهان، صدقه دادن دلالت به کامل بودن ایمان میکند. یعنی هر کس صدقه هم کردن نمیتواند مگر کسی که شاید به خاطر ریا، به خاطر آنکه خود را در نزد دوربین نشان بدهد ممکن صدقه بکنند، صدقه نه ممکن کمک بکنند و آن را نمایش بدهند. یعنی آزار فقیران هم هست در این. ولی صدقه ای که آن را پنهان میکنند، این را یک مؤمن، یک حاجی که به حج می رود اینها کرده میتوانند. ولی باز هم در موسم حج اینها یک دفتر و قلم را گرفته حساب میکنند که یک حاجی چقدر پول به خرج میدهد در سفر حج. ولی اینها نمیدانند که وقتی یک حاجی به حج می رود، اینجا شرکت های حج عمره هست که از آن استفاده میکنن. البته که شرکت های حج عمره وطنی و هواپیماهای وطنی هست که آنها را برده می آورند، از آن استفاده میکنن. و وقتی که به حج می رود حاجی، در آنجا یک قربانی میکند که آن حق فقیران و کمبزاعتان هست و آن را با دیگر دولت هایی که در سال یک بار هم گوشت رو نمی چشند به آنها روان میکنند. یعنی البته که حاجی هیچ وقت حق فقیران و کمبزاعتان را نمیخورد و در پول خود و در دارایی خود به حق آنها را جدا میکند، چنانکه که الله متعال میفرماید والذین هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. یعنی مؤمنان کسانی هستند که در مالهای آنها یک حقی معین شده است برای کسانی که میپرسند، سوال میکنند از ناداری، و کسانی که محروم هستند، کم بضاعت هستند، برای آنها حق آنها را میدهند. و فکر و اندیشه اینها همین است که حاجی نباید پول را برده در خارجه صرف کند. ولی اینها با کسانی که هر سال به سیاحت می روند و پول را در خارجه صرف می کنند مشکلی ندارند. یعنی این فکر و اندیشه غلط است. حاجی 90% حاجیان در عمر یک بار به حج می روند و یکی از رکنهای اسلام را انجام می دهند. چنانه که روزه و نماز فرض است، همین گونه حج کردن هم برای انسان توانمند، برای مسلمان توانمند فرض است و فضیلت های زیادی دارد که این حاجی آنها را در نظر گرفته به حج می رود. چون که هر کسی که حج می کند و حج او در نزد الله متعال قبول می گردد، به مانند نوزادی است که از شکم مادر تولد می گردد، یعنی بیگناه است.
همه گناه های آن پاک می گردد. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، و حجی که قبول می گردد و حجی که الله متعال آن را قبول می گرداند، جزای او تنها جنت می باشد. یعنی این همه فضیلت ها را یک حاجی دیده به حج می رود